سازیم. میتونید 5 تا چشم بذارید از بالا از آخر با پیروزمون روش خط میزنید. بکنید خلاص اولی ضربه. درود بچه ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم براتون یه تفنگ کشی چشم پرتاب کنه خفن براتون بسازیم. میتونید 5 تا چشم بذارید از بالا از آخر با پایین دونه دونه بذارید. اینجوری هم شلیک میکنه. امیدوارم چنل منو سابسکرایب کنید، اون لایک هم بزنید برامون، زنگوله رو هم بزنید اگه ویدیوی جدید گذاشتم یوتیوب شما رو با خبر کنه. خب بریم سراغ ویدیو. بچه ها برای شروع کار اول از همه سو بستنی میخوایم. سو بستنی رنگی هم برای قشنگی کار میخوایم. 3 تا دونه خلال میخوایم. چشم میخوایم. خب اول از همه یه سو بستنی سفید میاریم. 3 تا دونه خلال رو میاریم. میخوایم حداقل 5 تا خلال بچینیم. 5 تا خلال 2 سانتی. خلاله رفت. خلال به اندازه 3 سانتی بریدیم، کندیم. حالا میخوایم تفنگمون دونه دونه بزنیم، مثلا تیرا رو دونه دونه بزنیم. اگه هم که میخواید رجباریشو بزنه میتونید اندازه خلالاتون رو هم نزدیک کنید، مثلا در این اندازه که رجباری بزنه در یه اندازه این قدیم. خب حالا خلالا رو میاریم این با مداد خط میکشیم به اندازه ای که میزنیم روش خط میزنیم. بکنید خلالاتون رو صاف ندارید، مثلا اینجوری ندارید، اینجوری خم باشید. خالی میکنید داخلشون رو. بعد خالی کردید خلالا رو با چسب قطعه‌ای میچسبونید. و بچه ها این سریع خلال دندون رو با سنباده میزنیم. بعدش هم روی چوب بستنیمون که امضاش رو بوره زدیم و میذاریم روی این قسمت به این شکل. بعدش هم چسب قطعه‌ای میشونیم. بعد چسب قطعه‌ای رو میذاریم روی این قسمت. بعدش هم اگه این سریاش یکم مثلا بالا پایین بود با هم کوتاهش میکنیم، مثلا به یک خط صاف همشون یا میزنیم یا سنباده میکنیم.
چسب میزنیم میزنیم بود چند میزنیم چندهای عقیده میزنیم اینجا جور میکنیم بزنیم خوش بشه. بعدش هم یه چوب دیگه میاریم، این چوب دیگه شاروردی میزنیم همین. بعد این هم دست میزنیم. خب بچه حالا این قسمت هاشو با هم که بخوایم صاف کنیم میزنیمشون. شما میتونید سنباله کنید، بعدش هم چیزایشون صافشون کردیم بهشون سنباله میکشیم. من سنباله میاریم روشون رو میزنیم. خب بچه حالا یه چوب میاریم از این قسمت میزنیم، از وسط میبریم میکنیمش از همینجا از وسط دو تا شکل در بیاریم در این اندازه. اون چیزی که گفتم یکم بیشتر بوده. خب الان یکیشو اینجا چسب میزنیم، یکیش هم اینجا. خب الان قسمتش هم چسب میزنیم. زیاد شدیم با حالی تا خوش بشه. خب بچه ها در این قسمتشون هم یه چیزی این قدی میزنیم ازش، یه چیزی در حد اینجوری که چشمونو بهش بزنیم. حالا که چشمونو زدیم دیگه میریم بهشون یه مداد رو میاریم. بعدش با مداد این قسمتش رو سنباله میکنیم. بچه ها برای این دستی میخوایم دو تا چون دستانی بذاریم یه چون دستانی اینجی این وسطش باشه میشه. بعدش هم باید جمع خم باشه برای این که بتونیم خب یه چیز دیگه دسته دیگه همینجوری درست میکنیم. تا چون میاریم سعدت شد یکیشون که اول از این دستهشون میزنیم و ستا هم اندازه هم از اینجا که زدیم یه خط صاف برگی خط چزش میکنیم. یه خط در خطی این خط چزش تا هم اندازه قدیمی سنبادهش میزنیم از بهش اینو که سنباده زدیم، اینو کلا سنباده زدیم. میایم برای چسبوندن دسته این
اینجوری به این حالت حالا که تفنگونن میترسن اولا این قسمتشون چسب میزنیم اون دستش رو اینجا چسب میزنیم بچه ها حالا از این قسمتاش رو چسب زدیم این قسمتش رو میزنیم باید انبور چفتین رو میزنیم اندازه سطح این همش رو میزنیم میریم تا آخر حالا این قسمتش رو زدیم سنباده هم زدیم حالا میایم برای این که تو بستنی رنگی سیاه بزنیم اینجاش سنباده کاریشو میکنیم سنباده کاریش کردیم میایم میچسبونیم همین قسمت این قسمت به این شش چسب میزنیم مکان این شکلی در میاد میبینم چسب زدیم حالا میریم برای اینکه چون بستنی سیاه رو چسب زدیم چسب قطعی محکم بشه بعدش هم اینم از زاویه کاملش خب بریم برای تستش یه دونه چشم میندازیم از بالا تا پایین یه نشونش میبریم چشم حالا بزنیم چشم رو بزن بیاریم یکم دیر میزنه سعی کنیم فاصله داریم نزدیک‌تر کنیم حالا شما رو ولی بازم قشنگه میتونیم این چارتای دیگر رو دیگه عالی میزنه بچه ها میریم برای تست نهاییش از فاصله دور هم میزنیم اولی ضربه خب زدیم ناک کردیم خب بچه ها دیگه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه حتما سابسکرایب کنید لایک هم برامون بزنید زنگوله بغلش هم بزنید تا به ویدیو داشتم یوتیوب شما رو باخبر کنه تا
تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.